اول از مقصد که میخوای از روبرو عکس میگیری، بعد میری تو سایت اینجا موکر، اولین چیزی که میاد رو میزنین، بعد میرین پایین قسمت فری کلیک میکنین. اینجا باید ایمیل و پسوردتون رو وارد کنین. بعد از اینکه وارد شدین آپلود یور پروداکت رو میزنین و عکستون رو از اینجا انتخاب میکنین. خب وقتی آپلود میکنین عکستون رو براتون کامل دوربری میکنه و اینجا بهتون یه سری پیشنهادها میده که شما میتونید اتاق مد نظرتون رو از اینجا انتخاب کنین. مثلا من این رو انتخاب میکنم، اینجا کانتینیو رو میزنین و اینجا محیط خونه رو بهتون نشون میده. شما محصولتون رو میتونید تو هر جایی که خواستین بذارین. از قسمت ادیت المنت میتونید سایزش رو بزرگ و کوچیک کنید یا ادیت های مختلف دیگر رو انجام بدین. و وقتی این کار کردین اینجا جنریت رو میزنین. خب وقتی جنریت رو زدین 4 تا سمپل بهتون میده که مدل های مختلف شما اینجا میتونید دانلودش کنید. فقط کافیه که بریم پایین، اینجا دانلود ایمیج رو کنارش یه فلش داره بزنید و JPEG رو انتخاب کنین، خودش براتون دانلود میکنه. اگر هم خواستین میتونید که محصولات دیگه هم از طریق این گزینه پروپس اینجا سرچ کنین و هر محصول دیگه که خواستین رو توی عکستون اضافه کنین. از قسمت پروپس مثلا من اینجا چی رو سرچ کردم، نمونه‌های مختلف صندلی و مبل رو واسم میاره. مثلا من اینو انتخاب میکنم، بعد از این قسمت سایزش رو یکم کوچیک‌تر میکنم. سایز ساعت هم الان خیلی بزرگه، کوچیک‌تر، تابلو در واقع. و اینجا دوباره جنریت رو میزنم. چند تا مجازن استفاده رایگان؟ 40 تا میتونن استفاده کنن رایگان و بعدش هم میتونن فیک میل بزنن.